چای ساز؟ مگم چای دم کردن اینقدر سخت و طاقت فرسا شده که تو بخوای چای ساز بگیری؟ خود ذره آبی جوش بیار بریز رو چای دیگه. قهوه ساز؟ قهوه اصلا برای کبد خوب نیست. پیتزا ساز؟ زدی کلا تو کار ساخت و ساز ها؟ ای ساز او ساز او ساز. پیتزا که دی برو بیرون آخر هفته با شورت بخور. پوستر؟ کجا داری زندگی میکنی مرگم؟ تو قلب نیویورک که زندگی نمیکنی مادرم بشم. تو صابون تا 3 تا نون سنگک نخوری سیر نمیشی. توستر به کارت نی. هواپس؟ یعنی حاضری هوا برات غذا بپزه اما خودت دست به سیاه‌سفید نزنی. جارو رباتی؟ اینا اصلا خوب نیستن، میگن از زیر کار در میرن، اصلا قشنگ جارو نمیکنه. یخچال فریزر؟ این که میاد رو جهاز شورت باشه. گاز خوبه. گاز ای معمولیه یا نه ای صفحه یا مد شده. بچه هم یا رو خود جهاز شورت باشه، رو همین پکیج کابینت آشپزخونه اینا گاز صفحه هم یا باشه. چرخ خیاطی؟ مگه تو طراح مدی؟ چرختی به چی کارت میاد وقتی بلند نیستی سوزن نخ کنی؟ اتو خوبه، منم موافقم، ولی اگه تو لباسا رو جوری قشنگ بتکنی بریزی رو بند صاف میشن، اصلا نیازی به اتو نداره.